این چشمایی که الان با غضب و نفرت به پدر و مادر نگاه میکنه در حالت عصبانیت، چشمانی بود که او مادر با دستانش با لبهاش او رو بوسه میکرد. وقتی که چشمات در میکرد خیلی میگرفت، دستای نازکش که شیر میجوشید او رو تازه میکرد. امروز به سوی او این چشمات تیز کرده نگاه میکنید. فلا تنهرهما، به سوی پدر و مادر درشتی نکن، صدای اونها رو به اهمیتی نکن. و قل لهما قولا کریما، با پدر و مادر وقتی که صحبت میکنی آرامانه، ملایم، از روی آداب صحبت کن. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را از این آیه مبارک پرسیدن، ایشان در جواب گفتند مراد از سخن ملایم و سخن خوش این است که پدر جان گو، مادر جان گو. عزیزان من، بعضی از جوانها رو میبینم به سبب فریفته شدن مدنیت دنیای غرب، به سبب شنیدن این سخن از فیلم ها و از کوچه ها، پدر و مادرشان پخند میگوین یا مخند میگوین، یا پدر و مادرشان موسفید میگوین و کمپیر میگوین. آیا این از نگاه اسلام درست است یا نه؟ نه عزیزان من، درست نیست. وای برای تو پدر نیست، وای برای تو موسفید نیست، وای پدر جان است، وای مادر جان است. این کلمه کلمه تحقیر است. خواه پخن و خواه مخن، خواه موسفید و خواه کمپیر، این کلمه برای اونها تحقیر است شنیدنش. مگر تو ناموس میکنی گویی که او پدر جان من است؟ مگر تو ناموس میکنی گویی که او مادر جان است؟ حالا این زیباگی تو همش خدمت اوست، این ثروتمندی تو همش دعای اوست. امروز ننگد میبیاد که او را آت جان گویی، یا پدر جان گویی، یا دادا جان گویی. حتی اگر پدر و مادر کافرم باشند، فرزند حق نداره نسبت اونها به آدابانه سخن گوید. خداوند با ما قصه ابراهیم میکند که حضرت ابراهیم علیه السلام پدرش است یا عمکش است، مفسرها اختلاف دارند، کافر بود، بت پرست بود. حضرت ابراهیم به او وقتی که صحبت میکرد خیلی با آدابانه صحبت میکرد. چی میگفت؟ یا ابتی، ببین ای پدر بزرگواری من. حالا که او کافر بود، ابراهیم پیغمبر اسلام. این تعلیم قرآنی برای ما و شماست که ما باید پدر و مادر ما نه پخند نه، مخند نه، موسفید و کمپیر نه، بلکه پدر جان گوییم، مادر جان گوییم. خوب عزیزی من، امروز که دهنت پیش نمی رود پدر جان گفتن، فردا که خود پدر شدی منتظر باش بچه تو رو پخند میگه دیگر، شاید چیزی از او بهترم گوید. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. بنابر خدا گو و قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. در نزد پدر و مادر بال تواضع پهن کن. وقتی که پدر و مادر از در میدارد پیش او راستا خیز. بچه های خوش رو، پدر و مادر خواه جوان است و خواه پیر، خواه منصبدار است و خواه بی منصب، خواه ملا است و خواه عوام، برای تو پدر است، برای تو مادر است، برای تو مقدس ترین انسان است. وقتی که از در می دراد پیش او راستا خیز. واخفض لهما جناح الذل، معناش همین است، یعنی در پیش پدر و مادر تکبری نکن، ثروتمند باشی دعوای پولداری نکن، پهلوان باشی دعوای پهلوانی نکن،
در پیش پدر و مادر چون غلام در پیش مولاش باش، چون مسئولهای اداره در پیش راهبر ادارش چگونه با آداب می ایستد نمی جنبد مانند او باش. این از تعلیم خداوند. واخفض لهما جناح الذل. اما مع الاسف بسیاری بچه ها رو میدانم و میبینم پدر و مادرش اگر یگان آدمی کلان نباشد، کلان زاده نباشد، یگان دهقان عادی، یگان کارگر عادی باشد، براش قدری ندارد، از در میدرد پیش نمیخیزد، صدا میکند بچم گفتن نگاهش نمیکند. همون روزی که زن گرفت خود کارگر شد و پلیاب، دیگر پدر و مادرش براش بیگانه حساب است، پرواشان ندارد. آیا عوض نیکی های پدر و مادر، مکافات خدمت های پدر و مادر عزیزان من همین است؟ آیا از این رفتار بی آدابانه ما خدا راضی می شود؟ نه، راضی نمی شود. بنابر خداوند ما و شما رو سپاری داد واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. مفسرین کرام خیلی خوب میگویند اینجا خداوند خردسالی ما و شما رو یادرس کرد. ببین خدا چی گفت؟ وقل رب ارحمهما. همین که اکتفا نکرد بلکه دوام دادش کما ربیانی صغیرا، به خاطر آنکه بیاد تو اندازد که عزیزی من جوانی زیبا و پهلوان، جوانی ثروتمند و منصبدار و نامدار، تو وقتش تو خرد بودی، تو شیرخواره بودی، تو ناتوان و ضعیف بودی، تو محتاج نوازش همین مادری که پیر بودی. الان دستاش پچوله است، رواش پچوله است، او تو رو نوازش میکرد، او تو رو پشتات میمالید، او تو رو لباسات هر روز 2-3 بار عوض میکرد، با این دستی ملایم و زیبای خود که غذا میخورد بدنی تو رو، نجاستای تو رو میشوست. فراموش کردی؟ خدا همونو میگوید کما ربیانی صغیرا، و الا حاجت نبود آوردنش اینجا برای آنکه ما رو بیاد بیاره که اول تو چگونه بودی، تو خرسال و ناتوان و طفل بودی، همین مادر و همین پدر تو رو به این مقام رسانید، به این کمالات رسانید. چگونه اونها در خردسالی غمی تو رو میخوردن، نسبت تو مهربان بودن، حتی اینکه دردی تو رو به خودشان قبول میکردن و تو رو نمیخواستن بیمار شوی. یا الله، وقتی که من میبینم فرزند بیمار بشه مادر تا صبح خوابش نمیبره، بی‌طاقتی میکنه. اما اگر مادر بیمار شه و فرزند پروا ندارد، میره پیش زنش خواب میره، چه میدونه مادر چه حال داره. تاریخ شاهد است که پدر و مادر در غم فرزند کور شدند، اما یگان فرزند تاریخ شاهدی نمیدید که در غم پدرش یا مادرش کور شده باشه. کنید شما یه مثال بیاری؟ من برای شما مثال میبیارم حضرت یعقوب علیه السلام. وقتی که یوسف از دستشان رفت، وقتی که یوسف قریب 30 سال ناپدید شد، از گریه های زار، از گریه های غمانگیز برای یوسف چشمان یعقوب علی نبینا و علیه السلام سفید شد و بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم. از گریه بسیار چشماش کور شد. اما کنی شاهدی بیاره که بچه را پدرش وفات کرد یا در محبس افتید از گریه برای پدرش چشماش سفید شده باشه؟ بایزید بستامیر حکایه میکنن وقتی که 30 سال بایزید برای طلب هدایت و برای طلب علم برآمدن در راه خدا رفتند با دعای مادر. 30 سال از بایزید خبری نبود. 30 سال. در این مدت 30 سال مادر پیر از غم بایزید شبها مناجات میکرد و در حق فرزندش دعا میکرد و آب دیده میکرد در دل شب
از بسیاری گریه او چشمان مادر سیاه سفید شد، چشماش کور شد. جگربندم را خداوندا نگه دار. اما ما ندیدیم بچه یا دختر برای مادرش گریه کرده باشد و از گریه چشماش سفید شده باشد. به خاطر این خداوند ما و شما رو سپارش می‌دهد و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا این پدر و مادر منه، اگر زنده باشن نگاهشان دار، عمری درازشان ته، هدایتشان کن اگر از غیر هدایت باشن. وقتی که بعضی بچه ها برای من روپرو میشن سلام میکنن و در سیمای صالحی است، با قلب محزون و چشمی پرآب میگوین حضرت ایشان در حق پدر مادر من دعا کن نماز خوان شود. چه جوانی با سعادت است. بنابراین جوان عزیز، آره ما دعا میکنیم، اما خدا خودت گفته است تو خود در حق پدر و مادر دعا کن، والله دعای تو از دعای من خوبتر اجابت میشود، زیرا خدا تو رو سپارش میدهد. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا پدر و مادر من نگه دار، عمر طولانی و با برکت ده. اگر گمراه باشن و به نماز، خدایا پدر و مادر من هدایت کن و اهل نماز کن. خدایا چگونه تو قادر هستی مادر ابو هریره را اهل نماز کردی و اهل ایمان. خدایا پدر و مادر من هم اهل نماز کن و اهل ایمان. دعا کن، دعای شما را قبول میکنه خدا. اگر وفات کرده باشند، در عالم ارواح باشند، مثل نبی جان پدرش، دعاش کن خدایا پدر و مادر من جاشان جنت کن، گورشان پر نور کن. خدایا روح ایشان از ما راضی کن، در جنت و جاودانی نها را جاته که در دنیا من تربیه کردن و بوایه رسانیدن، افسوس خدمتی من ساز ندیدن و به عالم ارواح برفتن. خدا این تو به ما سپارش میدهد. بنابراین عزیزان من، اگر شما به قرآن عمل کنید، اگر شما قرآن دستورالعمل زندگیتان قرار دهید، هم خود شما سعادت دارید و خوشبختید، هم پدر و مادر شما راحت دارن و سعادت دارن. بنابراین عزیزان من، خوب دانید پدر و مادر اطاعت خداست. پدر و مادر رنجشش و خفه شدنش غضب خداست. کار کنه که پدر و مادر آزار نیابد. الان شما همتان در مسافرت هستی، میدونی پدر و مادر شما در اونجا برای شما چقدر غم میخورن، برای شما چقدر فکر میکنن، برای شما چقدر دعا میکنن. یا الله، وقتی که خبری مرگ جنازه در جای ما رفت، 3 روز مادر و پدرش بیچاره از گریه کور شدن. خدا هرگز این روز برای پدر و مادرای شما نبیارد. بنابراین بچه‌های عزیز، پدر و مادراتان دوست دارید، پدر و مادراتان احترام کنید. خلاصه گفتیم همین است، اگر پدر و مادر از شما راضی باشد، خوشا به حالتان، شما بهشتی هستید. شما را در وقت پیری بچه هاتان دوست بدارن و خدمت میکنن. اگر پدر و مادر از شما ناریضا باشد، به خاطر همسرت پدر و مادرت رنجانی، به خاطر بچه دخترت پدر و مادرت به احترامی کنی، به خاطر پول و مالت از پدر و مادر بالا دانی و دریغ دانی، دان که تو دوزخی هستی، زیرا عاق پدر و مادر از رحمت خدا بی نصیب است، از بهشت خدا محروم است. و بالای این منتظر باش، پگه این بچه دخترکات تو رو حرمت نمی کنن. هرچی کردی با پدر، آن را ببینی از پسر.